اینمی زنها را اگر فاحشه بگیم طرحشان میکنه، ولی از زنان فاحشه هیچ کمی ندارن. اینها یک ویروس هستند که نسل جوان فاسد میکنن، به حیایی را پهن میکنن. اینها به نام مسلمانانی هستند که از سخنان پیامبرشان غضبی میشوند و ناراحت میشوند. این مثل زنها را پیامبر خدا درود خداوند بر او باد زنانی لعنت شده و بدترین زن میخونه. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرمایند بدترین زنان شما کسانی هستند که زیبایی های خود را به نمایش میگذارند و خودپسند و متکبر هستند. و در روایت دیگر آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرمایند چون این زنان را لعنت کنی چون که آنها لعنت شده هستند. این همشل حدیث ها را اگر برای اینها بیان کنی تلخشان میکفه، غضبی میشوند، گویا اصلا مسلمان نیستند. عجیب دور و زمانی شده که مسلمانی فقط به زبان میگن مسلمانیم، ولی نام و نشانی از مسلمانی در آنها دیدن نمیشود. تمامی کاری حرام میکنن با میگن ما مسلمانیم. تف بر همین خیل مسلمانی شما. وقتی فایدتان به جامعه نمیرسه اقلا ضررتان نرسه. این خودنمایی شما. قیامت نآمده در همین دنیا بلا و مصیبت ها را بر سر شما میاره. شما انتظار عذاب الله باشه که دیر یا زود به صورت بلا و مصیبت ها یا درد بیدوای شما را دامنگیر می شود. هیچ کسی را خداوند به جزا نمیمانه. تو ای انسان نمیدانی که در دنیا نمیمانی، تو را آید چنین روزی که اندر گور مهمانی. کجا شد آدم و حوا، کجا شد نوح کشتیبان که وقتی بود در طوفان خدایش بود پشتیبان. رویم چون رفتگان رفتن، همه بار سفر بستن، بدیدیم یک به یک دوستان از این دنیا کجا رفتن. در این دنیا مکن بازی چه نقش آتومی سازی، که عمرت 60 و 70 است، تو را دنیا دهد بازی. تو ای انسان فراموشی که آب مرگ می نوشی، از این ناز و از این نعمت تو آخر یک کفن پوشی.